سیلزادگان ولسوالی بلچراغ، قریه قرچی و تاشقله، اهالی ولسوالی درزاب کمک‌های اولیه جمع کرده بودند که کمک‌هایشان شامل آرد و روغن و برنج و نان و آب معدنی و همچنان کمپل و توشک، بالشت و ضروریات خانه است. انشالله عنقریب است که ما به همراه مسئولین و اهالی و مؤسسه پایدار ولسوالی درزاب به قریه متذکره انشالله خواهیم رسید. کاملا آمادگی دارند، طرف قرچی در حرکت هستند، چندین موتر بار، لحاف و مواد غذایی همه چیز آماده است. طرف